ناظم مدرسه و نمیدونم از مدیر مدرسه چک خوردیم این صورت. این به خاطر این نشون میده که اون جامعه و اون فرهنگ توی تربیت فرزندان، تو تربیت نسل زد اصطلاحاً خوب نتونسته مدیریت بکنه. افتخارش میشه سرود سلام فرمانده که بعدش ساسی آهنگ میده که اونم اصلا شروره، ولی خب به حال این سبک جدید دوستش دارن و ازش دفاع میکنن. سبک مبتذل پرتکرار، یا آهنگ 4 سال پیش خوند دکتر جون دکتر، بعد اومد یه آهنگ دیگه خوند، بعد همه آهنگا ریتم همه شبیه هم دیگه، فقط متن روش عوض میشه، یعنی سوراخو پیدا کرده. یکی هم اومده شعر و اروتیک و جنسی کرده، 85 این چیزایی که جوونا و نسل زد دوست دارن با به همراه میم و این چیزها. 10 سال دیگه هم مثلا موزیک از مد میفته، ولی شما شعرهای آیدو و مستی چون مثال شعروری دارم میزنم، ولی میخوام به شما بگم که قدرت موسیقی ما از کجا به کجا رسید. بعد 50 سال گوشش میدی باز برای تازگی داره. ابی که ما اینم ازش انتقاد میکنیم، آهنگای قدیمیشو گوش بدید بعد 50 سال براتون جذابیت داره. ولی خب به هر حال اینم یه سبک موسیقی که نسل جدید دوست دارن، خودم رپ دوست دارم. از بحث خارج نشیم. اینکه چه اتفاقی میفته، حکمایی که برای تتلو من شنیدم که میخوام ببرن، بعد حتی خبرگزاری‌ها زده بودن که قراره که چه حکمایی رو برای تتلو ببرن. رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی، اتهاماتی که دارن به تتلو میزنن در کشوری که بیماری حشری بودن توی جامعه رو شماها رواج دادید و هر چقدر آدم‌ها رو بسته بکنید خروجی همچین اتفاقی بیشتر خواهد شد. مقصر این اتفاق کیه؟ تتلوه. تتلو گرمی زیاد میخوره، به 90% اون جامعه گرمی زیاد میخورن. یه سر به این ادارات بزنید، یه سر برید جایی که فلان رئیس اونجا میتونه تصمیم بگیره، ببینید زیپشون رو چجوری شل میکنن برای مراجعه کننده و افراد مختلف. مختص تتلو و تتلیتی ها نیست، جامعه انقدر کثیفه این تیپی شد. تجاوز جنسی به زنان و دختران، اینو نیستم که تجاوز کرده، چون هر کسی که رفته پیش تتلو با علاقه و عشق خودش رفته به عنوان یه تتلیتی. این که توی اون خونه چه بلایی سرش اومده و کتککاری ها اون بحثش جداست، ولی با تمام کسانی که من صحبت کردم و تمام دخترایی که من صحبت کردم، همه با میل باطنی خودشون رابطه برقرار کردن، ولی جنسی کراش داشتن رو این آدم دیگه. این که بعدش کتک و اینا زده اون بحثش جداست. این که با کتک بخواد رابطه جنسی برقرار بکنه میشه تجاوز، ولی این که بخواد رابطه جنسی برقرار کنه بعد کتک بزنه یه چیز دیگه است، فیتیشه. شاید بیمار بودن، شاید مریض بودن، و به نظر من تتلو باید درمان بشه، واقعا باید درمان بشه. چیزی که از کودکی با این آدم رشد کرده، در این خانواده‌ای که پدر معتاد بوده، مادر اصلا یه کاری که خود تتلو تعریف میکنه انجام میداده، و شما طبیعتا اون چیزها رو رشد بکنی باهاش، یه جایی به بعد میزنه بیرون و عقده میشه. نمیدونم ترویج سایت های قمار و نمیدونم مواد مخدر و این چیزها. در حال قمار که سیستمش دزده، مش دل و دزد و فاضلاب مجازی و انوگو دارن این چیزها رو تبلیغ میکنن، و هر آدم احمقی که بره تو این سایت های اینا بازی بکنه، حتی تو همه جای دنیا هست بازی هم میکنم، من خودم هم گاهی وقتا فوتبال بازی میکنم، خب ولی نه تو سایت این دل و دزدا. خب اینکه یکی ترویجش میده یا تبلیغش میکنه بسش جز این فرهنگ جامعه شماست. مگه ببخشید شما جامعهتون فرق میکنه با جامعه آلمان؟ تو جامعه آلمان سر کوچه و جای مختلف هم هست، ولی فرهنگش رو آموزش میدن به مردم. میگن زیر 18 سال نباید بازی بکنه، هست همه میتونن برن این کار رو انجام بدن مثل خیلی کارهای دیگه، ولی انقدر فرهنگش رو خوب رشد میدن که بعدش اگر یه کسی هم رفت این کار رو انجام بده تن و بدنشون نلرزه بگن امام و انقلاب اسلام به خطر افتاد. میگن ما فرهنگ سازیشو کردیم، حالا هر کسی هر کاری دوست داره بره بکنه، آستوبش تو جیب خودش میره. پول ما رو بدید، مالیات ما رو بدید، هر کاری دوست داشتید برید بکنید. یا مثلا توهین به شخصیت‌های سیاسی اون مملکت، شخصیت‌های مهم سیاسی که گفتن هست. چرا باید یه آدم به شخصیت سیاسی فحش بده یا به اشخاص سیاسی فحش بده؟ زمانی که بهش ظلم میشه.
داریم منطقی صحبت میکنیم دیگه. شما تا وقتی که به ظلم نشه دیوونه‌ای مگه فوش بدی؟ درسته تتلو مشکل اخلاقی داره، ولی اونقدر هم دیگه مشکلات اخلاقیش عود نکرده که بخواد همینجوری الکی فوش بده. که وقتی شما چندین سال به تتلو مجوز نمیدید که کنسرت برگزار بکنه، به قول خودتون دست به هر کاری زد، کارشو دارید میبینید دیگه. انرژی هسته‌ای، شهدا، آقا دیگه شما چی میخواستید؟ هر چارچوبی که شما میخواستید این آدم رعایت کرد، بهش مجوز ندادید. بهش توی دیدار با ابی رئیسی گفتید آقا کنسرت بعد بذاری همین امشب، بعد کنسرتشو لغو کردید. خودتون تو سیاسی ترین خبرگزاری اون حکومت یعنی فارس ازش تقدیر کردید. اینها و کارایی که کردید، بعد خودتون هم بهش مجوز ندادید. خب اون آدم میگه شما چه آدم‌های فلان فلان شده هستید، فقط دارید مفت منو میبرید. مردم هم آگاه هم میبینن میگن راست میگه تتلو دیگه. پس راه فوش دادن شما اینجا باز میکنه، یعنی یه کاری میکنه طرف فوش بده و طرف هم فکت میاره میگه شما این دلیل فوش دادن بودید و مردم هم میگن راست میگه تتلو دیگه. پس عامل اصلی شمایید. بعد اگه کسی خوشش میاد از کشور خودش مهاجرت بکنه، اما شما وقتی مجوز کنسرت به این آدم نمیدید و فقط به فکر دمپایی و جوراب سفید و یقه بستتون هستید و نه به فکر رفاه مردم و به اسم خدا و قرآن و امام و انقلاب انواع اقسام دزدی ها رو انجام میدید، امثال تتلیتی ها بیشتر میشن. چطوری؟ تتلو وقتی در گرجستان کنسرت میذاره، وقتی در ترکیه کنسرت میذاره، میدونید چه حجم از ارز و یورو و دلار از کشور خارج میشه؟ وقتی در آلمان کنسرت میذاره پیش بینی میکنن که 20,000 نفر آدم قراره بیان و هر کدوم هم به صورت میانگین قراره $200 پول بدن. فقط 4 میلیون دلار گردش مالی کنسرت تتلو در همین کشور آلمان میشه. تتلو نه ها، تتلوهای آینده و قبلی و گذشته، خواننده هایی که بودن، ابی، داریوش، گوگوش، همه این افراد. آقا به هر اینا ارزه که از کشور خارج میشه. حالا اونایی که تو اروپا هن ممکنه تو ایران نره، ولی اونایی که تو ترکیه هن خیلیشون از ایران رفته بودن ترکیه کنسرت دیگه. خب سودش میره تو جیب کی؟ سودش میره تو جیب دولت ترکیه. سود و پتانسیلی که میتونستن باش پولسازی بکنن تو ایران برای همچین خواننده‌ای. برای آرمین زارعی این کارو انجام دادن، اما دهن آرمین زارعی اما آرمین توفیق هم سرویس کردن. 6-7 سال پشت اتاق مجوزها دوید، نتونست آهنگ بده بیرون. الان نمیدونم 200 تا 300 تا سانس گذاشته، همه رو هم سولات کرده و این پولها به حال ثروتیه که با دادن مالیاتش به اون سیستم برمیگرده دیگه. البته شما چی میفهمید مالیات هم بدن خودتون میدزدید. یه چای دبش اختلاس کرد یعنی تا آخر عمرشون که هیچی. از صدر اسلام تا الان هم میخواستن این پول خرج بکنن، روزی 300 میلیون هم خرج میکردن تموم نمیشد. ببین چه اختلاسی کردن. و سیستم هم اینطوری بوده که اینا تا یه جایی خوردن، جزئیات چای دبشو به زودی به شما میگم، یه جایی به بعد دیگه به بقیه ندادن بخورن، خودشون تکی داشتن میخوردن، بقیه‌ای که داشتن میخوردن لوشون دادن. چای دبش بهانه از چیزای دیگه در پشت پرده است که به زودی راجع جزئیات چای دبش میگم. الان بحث تتلو، معضل تتلو یا اصطلاحاً چالش تتلو، چالشیه که الان جامعه باش دست و پنجه داره نرم میکنه. وقتی تتلو این همه سختی میکشه میره ترکیه، به خودش تو جا میگه آقا چه وضعشه، من میخوام برم تو کشور خودم کنسرت بزنم. وقتی شما اجازه کنسرت بهش نمیدید، این پول میرسه به اون دولت، خب نباید به اون سیستم فوش بده. اون سیستم لیاقت فوش